السلام علیکم بینندگان گرامی کانال ما کانال روزنه معرفت. همه شما را ما با آمدی فصل بهار ان شاء الله تبریک میگوییم. بهارتان بهاری مبارک باشد و برای وطن ما این بهاری خیلی با برکت گردد. یک بار دیگر با آمدن فصل بهار مبارک تبریک دوستان. امروز ما یکی از مسئله های را دیده میبریم که مسئله خیلی شوق‌آور است. شرطی مسئله چنین است که اگر سینوس x جمع کاسینوس x برابر 1 باشد، پس شما اثبات کنید که سینوس درجه 5x جمع کاسینوس درجه 5x برابر 1 این چنین 1 می شود. اینک حل مسئله چنین است. فرض کردیم اگر موافق شرطی مسئله سینوس x جمع کاسینوس x برابر 1 باشد، آنگاه هر دو طرفی برابری بالا را وقتی که به کوادرات میبرداریم باز به 1 برابر شدنش لازم است. و موافقی فرمول ضرب مختصر سینوس x جمع کاسینوس x را وقتی که به کوادرات میبرداریم سینوس کوادراتی x جمع دو سینوس x کاسینوس x جمع کاسینوس کوادراتی x به برابر می شود و همزمان سینوس کوادراتی x جمع کاسینوس کوادراتی x عینیتی اساسی تریگونومتری را داده آن به 1 برابر می شود. وقتی که به جای سینوس کوادراتی x کاسینوس کوادراتی x را 1 را میگذاریم و ساده میکنیم افاده امان را، از اینجا به ما معلوم می شود که سینوس x ضرب کاسینوس x به 0 برابر بوده است. انا اینک سینوس x جمع کاسینوس x در درجه 5 ببرداریم، موافق فرمول چنین است. اگر شما فرمول را ندانیدم عجب نه، دشوار نه، قین نه. برای چی؟ برای آنکه حتما ما میدانیم که اولش سینوس x جمع شونده اول درجه 5 و جمع شونده دوم نیز در آخر درجه 5 به برابر می شود. در باقی مانده اعضاهای بسیار اعضاگی همیشه حاصل ضرب سینوس x و کاسینوس x موجود خواهند شد، خواه نخواه، گرچنده که شما این کوفیسینت ها به خطا کنیدم که هیچ باک ندارد. پس از بس که سینوس x کاسینوس x حاصل ضرب سینوس x کاسینوس x که به 0 که برابر شد، ما که این را اثبات کردیم، پس دیگر همه اعضاهای بسیار اعضاگی ما به 0 برابر می شود. چونین از اینجا معلوم شد که سینوس درجه 5x جمع کاسینوس درجه 5x به 1 برابر بوده است. و کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید و فکر و ملاحظه های خود را به ما در شرح در کامنتاریا نویسید و ما همیشه با شما هستیم. ما میخواهیم که سهم خودمان را در رشد معارف وطن گذاشته باشیم. با دستگیری شما دوستان در امان خدا حافظ.